تاجیکستان به پیش. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب تاجیکستان سلام. ما از ایران خدمت شما هستیم. ما اینجاییم کف خیابون. ما گوش به فرمان رهبری حکیم، رهبری فرزانه انقلاب اسلامی ایران هستیم. ما سوخت موشک ها هستیم در خیابان ها و تا اسرائیل رو با خاک یکسان نکنیم از خیابون نمیریم. تاجیکستان به پیش. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک دانش آموز ایرانی هستم که هر شب به همراه خانواده‌ام به این میدان میاییم با لباس فرم مدرسه. من میخوام یه پیغام به ترامپ و نتانیاهو حتی وزیراشون و رئیس جمهورشون بگم. ما دانش آموزان ایران تا وقتی زنده ایم شما هیچ غلطی نمیتونین کنید. من میخوام از مردم تاجیکستان یه تشکر کنم که اینقدر با ایران همراهی کردن. خیلی تشکر میکنم از مردم تاجیکستان. میخوام بگم که من اومدم اینجا پای ایرانم وایستادم. جنگ تا پیروزی. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر ترامپ، مرگ бер Нетаньяху. Дорогие братья из Таджикистана, сегодня в Иран поступила ваша гуманитарная помощь. Я хотел бы поблагодарить вас за это. Как прекрасно сказал Рудаки. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. Иншаллах после этой войны мы ждем вас в нашей прекрасной стране. Спасибо. سلام و ادب خدمت مردم خوب تاجیکستان. خواستم تشکر کنم بابت حمایتتون، هم از حمایت بازیگرا، سلبریتی‌ها و همشهریای خوبتون. خیلی متشکرم بابت حمایتتون. همچنان که حق علیه باطل پیروزه. عید نوروز هم بهتون تبریک میگم. از مردم تاجیکستان ممنونم. ما با تاجیکستان هم فرهنگیم، آریایی هستیم، هم تباریم. از همه شما ممنونم. عید نوروز رو تبریک میگم، عید فطر رو به همه شما تبریک میگم. از کمک های شما خیلی ممنونیم. دوستتون داریم. از مردم تاجیکستان تشکر میکنم که پشت ملت ایران هستند. ممنون از مردم تاجیکستان در مورد حمایت از مردم ایران. قطعا بدونید که پیروز این میدان مردمان ایران و مردم تاجیکستان هستند. تشکر میکنم و عید سال نو مبارک و عید فطر مبارک به مردم تاجیکستان. این پرچم تاجیکستان است که از ایران حمایت میکنند و تشکر میکنم از مردم تاجیکستان. که مردم تاجیکستان اصالت خودشونو که آریایی ایرانی فراموش نکردن. متاسفانه انگلیس‌ها خیلی تلاش کردن که بین ملت ایران تفرقه بندازن. مرزهای انگلیسی هنوز نتونسته ما رو از هم جدا بکنه. مردم تاجیک دلشون با ما چون ایرانی هن. الان فرضاً اگه استان فارس از ایران جدا بشه ما دیگه اونا رو از خودمون نمیدونیم. زبانمون یکیه، مادرمون یکیه، مادرمون که وطنه. همه فلات ایران ایرانی هن. بخشهایی از پاکستان، افغانستان. هنوز هم دشمن در صدد این هست که بین ما ایرانی ها و امت بزرگ اسلام تفرقه بندازه، جدامون کنه با مرزایی که کشیده. خیلی خوشحالم که متوجه شدم بعد 100 سال انگلستان به هدف خودش نرسیده. هنوز دل ما فارسی زبانا با همه، کنار همیم و اصلا ربطی به زبان و ملیت هم نداره. هر جای دنیا شما این نیروی آزادی خواهی، مبارزه با ظلم و ستم که فطری در نهاد همه انسان ها هست، این هر جا که ظلم بشه این به جوشش در میاد، مثل یه قوه میمونه، شروع به حرکت میکنه. ما ممنونیم. ما خودمون یوم از مردم غزه و لبنان حمایت کردیم، خیلی خوشحال بودیم. اصلا بابتش تاوان هم دادیم، بابت آزادی تاوان دادیم، بابت انسانیت تاوان دادیم، بازم میدیم. ممنونیم از حمایت مردم تاجیکستان و همه مردم سر تا سر دنیا که دارن ندای آزادی سر میدن. ممنونم. سلام عرض
عرض میکنم خدمت ملت دوست همسایه و مسلمانمون ملت تاجیکستان. عید نوروز و عید سعید فطر رو به همه مسلمین خصوصا تاجیکستانی های عزیز تبریک عرض میکنم و خیلی ممنونم ازشون که از ایران حمایت کردن، از دوست و همسایه خودشون حمایت کردن. انشالله به زودی زود با ظهور صاحب الزمان جشن اصلی ظهور رو با هم جشن بگیریم. خیلی ممنونم ازتون.